قدرت من هستم. لوسی زن زیبا و جوانی بود که به نظر می رسید همه چیز بر وفق مرادش پیش میره. اون باهوش و جذاب بود و توی خانواده‌ای بزرگ شده بود که اعضای اون به هم عشق می‌ورزیدن. ما بعد از یه مراسم دعا همدیگر رو توی سالن ملاقات کردیم. اون رفتاری دوستانه و شخصیتی خوشایند داشت. پیش خودم فکر می‌کردم اگه در دنیا یه آدم شاد وجود داشته باشه همین لوسیه. اما خیلی زود متوجه شدم دقیقاً برعکس اون چه که تصور می‌کردم، لوسی از زندگی خودش راضی نیست. اون احساس تنهایی می‌کرد و به نظر اون بقیه همکاراش از اون با استعدادتر بودن. اون جملاتی از این قبیل میگفت: من زشتم، من بدشانسم، قدرت یادگیری من ضعیفه، من همیشه احساس خستگی میکنم. بعد از اینکه 5 دقیقه به حرفاش گوش دادم، دقیقاً متوجه شدم که چه چیزی مانع رشدش شده. همین که دائم میگفت من چنین و چنانم. هر اونچه که بین این دو کلمه من و هستم بیاد تعیین میکنه که چه نوع زندگی خواهید داشت. من خوشبخت هستم، من قوی هستم، من سلامت هستم، یا اینکه من کندذهن هستم، من زشت هستم، من مادر بدی هستم. این من هستم هایی که از دهان شما بیرون میاد یا موجب موفقیت یا موجب شکست. توی تمام ساعات زندگی قدرت من چنین و چنان هستم در حال کاره. یه اشتباه میکنیم و ناگهان از زبانمان چنین بیرون میاد که من خیلی دست و پا چلفتی هستم. توی آینه به خودمون نگاه میکنیم و سرمون رو تکون میدیم و میگیم چقدر پیر هستم. شخصی رو میبینیم که فکر میکنیم از ما با استعدادتره و زیر لب زمزمه میکنیم من آدم معمولی با استعداد متوسط هستم. وسط ترافیک گیر میافتیم و غرغر کنان میگیم من چقدر بدشانس هستم. خیلی از اوقات قدرت من هستم و بر علیه خودمون آزاد میکنیم. اصلا متوجه نیستیم که این کار چه تأثیری بر آیندهمون داره. اصل اینه هر اونچه که بین من و هستم میگید نهایتاً همون طور خواهید شد. وقتی میگید من خیلی دست و پا چلفتی هستم، دست و پا چلفتی بودن میاد و دنبال شما میگرده تا شما رو پیدا کنه. وقتی بگید من خیلی پیر هستم، چین و چروکا میان و دنبال شما میگردن. وقتی بگید من خیلی چاق هستم، کالریا میان و دنبالتون میگردن. درست مثل اینه که اونا رو دعوت کرده باشید. هر چیزی که بین من و هستم بگید درست مثل اینه که براش دعوتنامه فرستادید، در رو به روش باز کردید و بهش اجازه دادید وارد زندگیتون بشه. خبر خوب اینه که حق انتخاب دارید که بین من و هستم چه چیزی رو بگید. وقتی در طول روز دائم میگید که من خوشبخت هستم، خوشبختی میاد و دنبال شما میگرده. وقتی بگید من با استعداد هستم، استعداد میاد و دنبال شما میگرده. ممکنه یه مقداری احساس کسالت داشته باشید، اما وقتی بگید من سلامت هستم، سلامتی میاد تا در مسیر شما قرار بگیره. بگید من قوی هستم، قدرت رد پای شما رو دنبال میکنه تا پیداتون کنه. شما خودتون اینا رو به زندگیتون دعوت میکنید. برای همینه که باید مراقبت کنید که چه چیزی رو بین من و هستم میگید. هیچ وقت نگید که من خیلی بد شانس هستم. هیچ وقت اتفاق خوبی برای من نمیفته. با این کار یأس رو به سوی خودتون دعوت کردید. اگه بگید من خیلی بی پول هستم، خیلی بدهی دارم، کمبود و فقدان رو به طرف خودتون دعوت کردید. لازمه که دعوتنامه‌های جدیدی ارسال کنید. صبح بلند شید و چیزای خوب رو به زندگیتون دعوت کنید. من خوشبخت هستم، من قوی هستم، من با استعداد هستم، من باهوش هستم، من منظم هستم، تمرکز دارم، من کامیاب هستم. وقتی اینطوری حرف میزنید خدای بزرگ نعمتهای خودشو فرا میخونه. برید و این شخص رو پیدا کنید. سلامتی، قدرت، فراوانی و نظم رو به سوی شما سرازیر میکنه. اما چه تعدادی از ما وقتی که از خواب بلند میشیم توی آینه نگاه میکنیم و اولین چیزی که میگیم اینه که چقدر پیر شدم، چقدر چین و چروک دارم، چقدر از بین رفتم. اینطوری پیری رو دعوت میکنید، فرسودگی رو دعوت میکنید. بیایید لطفی در حق همه ما بکنید. دیگه اینا رو دعوت نکنید. با شهامت بگید من جوان هستم، من پر انرژی هستم، من پر تراوت هستم، من میدرخشم، من تازه و بانشاتم، من شگفت‌انگیز و فوق‌العاده خلق شدم. این یکی از بهترین درمانهای ضد پیریه که ممکنه نصیبتون بشه. در این حال هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره. شما یک شاهکار شگفت‌انگیز و فوق‌العاده هستید. خیلی از مردم حتی یه بارم نگفتن من زیبا هستم، من جذابم.
اونا بیشتر روی نقصای خودشون و روی اون چه که در مورد خودشون دوست ندارن تمرکز میکنن و دائم به این توجه میکنن که کم و زیادای زندگیشون کجاست. وقتی که میگید من زیبا هستم، زیبایی میاد و دنبال شما میگرده. جوونی میاد و دنبال شما میگرده. تازگی و شادابی میاد و دنبال شما میگرده. هیچ کس دیگه ای نمیتونه این کارو براتون انجام بده. این باید از زبان خود شما بیرون بیاد. خانوما، انقدر دائم به شوهرتون نگید که چقدر زشتید. نباید خودتون رو کم نشون بدید. مخصوصا جلوی شوهرتون نباید خودتون رو خورد کنید. شما پاداش شوهرتونید. شما برای اون زیباترین زن دنیایید. چرا باید چیزی به غیر از اینو بهش بگید؟ اون اصلا دلش نمیخواد بشنوه که خودتون به نظر خودتون چقدر بد به نظر میرسید. این افکار منفی و وارد ذهن اون نکنید. بی‌اعتبار کردن خودتون نه برای شما و نه برای اون هیچ فایده‌ای نداره. اگه دائم تکرار کنید که خیلی بد به نظر میرسید، ممکنه روزی برسه که حرفتون رو باور کنه. اما زمانی که میگید من زیبا هستم، نه تنها زیبایی، جوانی و تراوت و تازگی خودشو در سر راه شما قرار میده، بلکه در درون هم روحتون زنده میشه. تصویری که از خودتون دارید شروع میکنه به ارتقا یافتن و دید شما نسبت به خودتون به گونه‌ای میشه که فرد خاصی هستید. نباید با احساس کمبود نسبت به دیگران و حس کمتر بودن به سختی ساعات روز رو سپری کنید. انرژی و شادی خاصی وارد قدم‌های شما میشه که میگه آفرین به تو دختر. زیبایی تو این نیست که لاغر و بلند قد باشید، که فوق‌العاده به نظر برسید. زیبایی در اینه که بدونید خدا شما رو انسانی با اعتماد به نفس آفریده. اگه خیلی لاغرید چه خوب، اگه خیلی چاقید بازم چه خوب. هر اون چه که هستید رو قبول کنید و بهترین استفاده رو از اون داشته باشید. خداوند شما رو از روی هدف خلق کرده. خداوند این چهره، این قد، این رنگ پوست، این بینی، این شخصیت رو به شما داده. هیچ چیز شما تصادفی نیست. اینطوری نبوده که در خلقت شما سهل انگاری شده باشه. اینطور نیست که از قلم افتاده باشید. خداوند شما رو شاهکار خودش نامیده. به جای اینکه دائم حال خودتون رو بگیرید، دائم بگید که زشتید، زیادی بلند یا خیلی کوتاهید، در فلان چیز کمبود دارید یا از فلان چیز زیادی دارید، به خودتون جرأت بدید و صبح که از خواب بلند میشید بگید من یک شاهکار هستم. خداوند متعال از روح خودش در من دمیده. گفته شده که خدایا تو را سپاس که من را فوق‌العاده آفریدی. آنچه انجام داده ای شگفت‌انگیز است. ببینید چطور بین این من و هستم پر شده؟ این از غرور نیست، بلکه از ستایش خداونده. من شگفت‌انگیزم، من فوق‌العاده‌ام، من یک شاهکارم. این معمولاً برعکس ذات انسانیه. بیشتر ما فکر میکنیم که هیچ چیز فوق‌العاده‌ای در رابطه با خودمون وجود نداره. هیچ چیز شگفت‌انگیزی وجود نداره. فکر میکنیم متوسطیم، معمولیم. اما حقیقت اینه که هیچ چیز معمولی در رابطه با شما وجود نداره. شما دارای اثر انگشتی هستید که هیچ کس دیگه‌ای نداره. دیگه هیچ کس دیگه‌ای مثل شما خلق نمیشه. حتی اگه دوقلوی همسانم باشید، یعنی شخص دیگه‌ای باشه که دقیقاً مثل شما باشه، دقیقاً دارای همون شخصیت شما نخواهد بود. همون اهداف شما رو دنبال نمی‌کنه و حتی همون اثر انگشت‌های شما رو هم نخواهد داشت. شما اصل و منحصر به فردید. زمانی که خداوند شما رو خلق کرد، بعد از اون قالب شما رو دور انداخت. اما وقتی دائم به این فکر میکنید که متوسطید، که فقط یکی از 7 میلیارد نفر جمعیت روی زمین هستید، نه چیزی بیشتر، وقتی فکر میکنید که هیچ چیز فوق‌العاده‌ای در رابطه با شما وجود نداره، این من هستم‌های اشتباهی مانع شما از رشد بیشتر و بالا رفتنه. اگه به جای اینکه دائم حال خودمون رو بگیریم و خودمون رو بی‌اعتبار کنیم و روی نقصامون تمرکز کنیم، در طول روز نه در جلوی دیگران بلکه در خلوت خودمون شجاعت داشته باشیم و بگیم من شگفت‌انگیزم، من فوق‌العاده هستم، من با ارزش هستم، زمانی که اینطوری صحبت میکنید، فوق‌العاده بودن میاد و دنبالتون میکنه. عالی بودن میاد و خودشو در مسیر شما قرار میده. دیگه اون تفکر ضعیف و شکست خورده من چیزی بیش از حد متوسط نیستم و نخواهید داشت. نسبت به خودتون دید یه شاه یا ملکه را خواهید داشت. نه اینکه مغرور باشید، نه اینکه خودتون رو بهتر از دیگران بدونید، بلکه اعتماد به نفسی در اختیار دارید، به دور از هیاهو و با علم به اینکه خداوند خالق عالم خود شخصاً شما رو دستچین کرده و شما چیزی فوق‌العاده برای ارائه به این دنیا دارید. خداوند حتی میتواند نام شما را هم تغییر دهد.
این اتفاق برای زنی به نام سارای رخ داد. اون باید من هستم های خودش رو تغییر میداد.